بعد گفتم رام تو بیا خواننده شو. من تنها چیزی که از بچگی مطمئن بودم اینه که هیچ شغل عادی نخواهم داشت و این متوجه بودم که داریم یه کار جالب متفاوت خفنی میکنیم که هیچ کسی دیگه نمیکرد. و اون موقعی که تصمیم میگیرین اوکی حالا ما میخوایم موسیقی خودمون رو بسازیم و صدای خودمون رو پیدا کنیم، اون الهامتون، اینسپیریشنتون یا از پانک راک گرانجی تور و میچستیم این لایوها رو نگاه میکردیم، از جوری که میکروفون رو میگرفت تا گیتارش رو میزد تا پیکش رو تو مردم پرت میکرد تا همه ادا اطفالا رو قشنگ استادی میکرد. توی مصاحبه‌ای ازت میشنیدم که میگفتی این چپتر اول این کتاب هایپرنووا برای ما، کلی چپتر دیگه هستش که هنوز باید بنویسیم، ولی این تنها چپتر کتاب هایپرنووا شد. کتاب بسته شد و میخوام بدونم چی شد که دیسبند شد. و من نمیدونستم تو ایران چقدر معروفم. سخت‌ترین کار بعد از این تراژدی اینی که مفهوم و هدف پیدا کنی توی زندگیت. آدم‌ها درک نمی‌کنن چقدر سخته تو اون لحظه عزیزترین آدم زندگی تو بذاری و بری. این واقعا جون منو نجات داد. این پادکست بهترین اتفاق شاید زندگی من